درود به مخاطبین عزیز. بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصدیم که در برنامه پشت پرده تحلیل و آنالیز بکنیم ماجرای هک شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیما رو. یک ویدیو الان منتشر می‌کنم، یه ویدیو هم حالا بعد از این ویدیو منتشر می‌کنم، چون سعی می‌کنم که ویدیوها ذاتشون با هم دیگه متفاوت باشه. ویدیو بعدی هم راجع به آینده جنگ بین ایران و اسرائیل و امریکا هستش، با توجه به شرایط و چیزای عجیب و غریبی که داره تو منطقه اتفاق میفته، ناوهای جنگی که آمریکا به سمت خلیج فارس فرستاده، چیزای دیگه که حالا توی اون ویدیو کامل راجبش صحبت می‌کنیم. اما موضوع راجع به هک صدا و سیمای ایران هستش که تصویرش هم می‌بینید که صدا و سیمای ایران هم واکنش نشون داد و گفتش که یک حمله سایبری از یک محل ناشناس به ما شده، ما اصلا نمیدونیم از کجا کی چطوری کجا به ما وصل شد، اصلا ما رو هک رفت، اصلا صحبت چی، اصلا ما نمیدونیم چی شد چی نشد، کی بود کی بود کی با، اصلا نفهمیدیم چی شد، یا فکر صدا سیما رفت رو هوا. اولا بریم ببینیم که چی هک شده. من تصویرش گذاشتم تو اینستاگرامم، بیا من یه تحلیل به شما دارند به مردم بپیوندند و یاور ملت باشند، یا اینکه همدستی با قاتلان ملت را انتخاب کنند و ننگ و نسفین ابدی ملت را برای خود بزنند. تا به حال باستی پیام این تصاویری که میبینید تصاویر زنده در لحظه هک صدا و سیما در روی ماهواره اینتلست و بدر بوده. رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. در راه هست. پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان همیهنانتون حفاظت بکنید. فرصت زیادی براتون نمونده. به مردم هرچه زودتر بپیوندید. تصاویر هستش که از صدا و سیما پخش شد در لحظه هکش که داریم میبینیم. صداشو ببندم. ببین این بار اولی نیستش که این حملات سایبری داره به صدا و سیمای ایران اتفاق میفته، که دارای شدیدترین تدابیر امنیتی هستش و حالا دیدیم دیگه واقعا افتاد، به واکنشی هم نشون داد. ببین یه چیزی رو باید خیلی جدی گرفت که تو هر کشور دیگه ای اگر یه همچین اتفاقی میافتاد، یعنی همون شبونه رئیس صدا و سیماش، نمیدونم رئیس نمیدونم سایبریش، کل سیستم زیر و روش رو عوض میکردن. ولی توی ایران سیستم مثلا یه جور دیگه است. یعنی مثلا اگه همچین اتفاقی بیفته، حمله سایبری بشه، میگن که آره امام و انقلاب اسلام آمد تکون بده، ما حملات سایبری رو جلوش گرفت. عزیز من نفوذ شده به زیر ساخت سایبری دیگه، قربونت برم، بعد استعفا بدید. حالا دیگه حالا برای شما چیزا معنی نداره دیگه. یعنی نه تنها کسی تکون نمیخوره، نه تنها هیچ توضیح داده نمیشه، بلکه مورد عادیه، چون انقدر این سیستماشون مشعله یا عادیه دیگه. ما تحریمیم و اینا. بعد جالبه که نه یه شبکه نه دو شبکه، یه
ماهواره رو تونسته بودن بهش حمله سایبری انجام بدن و کلا این زیرساختش رو زیر سوال ببرن دیگه. به نظر من این میتونه یک پیام روشنی باشه به اون سیستم که بالاخره این فاجعه، ببین وقتی صدا و سیما هک بشه یعنی ناموس یک حکومت هک شده. تلویزیون شوخی نیست، تلویزیون سایت خبری نیست، پیج اینستاگرامی نیست. تلویزیون یعنی جایی که قرار امنیتش در سطح نظامی باشه، جایی که بودجه‌های میلیاردی میگیره، جایی که پر از تجهیزات پخش، اتاق فرمانه، نمیدونم شبکه و دیتا سنتر و بکاپ و دیوارهای امنیتی و کنترل‌های دسترسی، خلاصه هزار مدل لایه‌های امنیتی وجود داره. خب چی میشه یه دفعه تصویر مثلا همین راحتی خیلی شیک و اتو کشیده هک میشه؟ بعد جالبه که صدا و سیما میاد میگه که مثلا ما نفهمیم از کجا، یه گروه ناشناسی بود، ما هم نیروهای جان بر کفمون اولا کفشون بریده بود و اومدن و توی این قضیه واکنش. بعد جالبه ببینید این حمله سایبری، میدید اوج فاجعهش کجاست؟ این حمله سایبری اوج فاجعهش اونجا هستش که با توجه به قطع بودن اینترنت داخل ایران نفوذ صورت گرفته. ما یعنی توی یه لیگ دیگه این اتفاق افتاده، یعنی با توجه به اینکه نمیشه حتی از خارج از کشور این حملات سایبری اتفاق بیفته و قشنگ از درون اون سیستم و از طریق اون شبکه‌هایی که اونجا بوده و از طریق آدمایی که تو داره این اتفاق میفته و کلا یه اتفاق عادیه دیگه. ولی خب یه سوال مهم اینجا پیش میاد، وقتی همه شبکه‌ها با هم هک میشن، سطح حمله از شوخی رد شد، یه جای کار ریشه‌ای مشکل داره، یا زیر ساخت‌ها فاجعه است، یا نیروها بی سوادن، یا تجهیزات فرسوده و قدیمیه، یا امنیت سپردن فقط دست یه سری آدمایی که فقط بلدن الکی شعار هیدر بدن مثلا، یا بدتر از همه نفوذ مثلا از داخل یک اتاق اتفاق افتاده. بازم میگم چون همزمان هک توسط چند تا شبکه بوده، مثلا کاری بچه نمیتونه باشه مثلا پشت لپتاپ نشسته باشه مثلا تو دکمه بزنه بخواد هک انجام بده. مطمئناً کار یک گروه حرفه‌ای بوده که سطح دسترسی داشتن یا کسی که داخل اون سیستم کلید رو داده دست هکرها. یعنی هر موقع که دلشون بخواد میتونن تلویزیون رو بزنن، هر چیزی رو که بخوان میتونن انجام بدن و اون سیستم الان واقعا فکر میکنم که احساس ترس باید بکنه. اتفاقاتی که افتاده امروز تلویزیون رو میزنن، مطمئن باشید فردا بانک‌ها، پس فردا سیستم سوخت، سیستم‌های شهری، چیزای دیگه. هرچند اسرائیل هم اومده و گفته بود که ما توی جنگ 12 روزه دوربینای شهری ایران رو هک کرده بود، مثلا یه سری از این سردارایی هم که زده بودن گویا با این دوربینای چهره شناسی بوده که خود اون سیستم گذاشته بود واسه سرکوب مردم، خودش سیستم باعث بلای جون همون هم شد و از طریق همون سیستم تشخیص چهره تونسته بودن ورود بکنن به سیستم و اون آدم ها رو شناسایی بکنن و این اتفاق رو رقم زدن. این اتفاق باعث شد که به شدت این خبر سطح جهان بپیچه و رسانه‌های دنیا هم ماجرای هک صدا و سیمای ایران رو پوشش دادن. قبلا هم بوده توی بعضی از شبکه‌های تلویزیونی تو دنیا که این حملات سایبری اتفاق افتاده بوده و این حملات سایبری توی کشورها و تو تلویزیون‌های مختلف هم بوده. توی ایران دیگه اصلا مد شده دیگه، یعنی هر موقع که مردم یه ذره اعتراضات می‌کنن، ما تو زمان مهسا امینی قضیه رو داشتیم، بعد از اون قضیه که اومد جلوتر یه مدت پیش این اتفاقو داشتیم، حالا هم توی این ماجرا اما دیدیم که این حملات سایبری به صدا و سیما اتفاق افتاده. کلا هکرها دوره همن دیگه، نون هکی دوره هم می‌خورن، میگن آقا چیکار بکنیم؟ بزنیم صدا و سیما رو بزنیم، مثلا کاری ندارم میگن صدا و سیما رو بزنیم. و خیلی هم ایرانی‌های خارج از کشور و ایرانی‌های داخل ایران خوشحال شده بودن از این اتفاقی که افتاده بود و یک امید بود و یک حرکت فکر می‌کنم که باحالی بود برای ایرانی‌های دنیا که از این سیستم آخوندی و از این صدا و سیمای پر از دروغ خوششون نمیاد. یه انحصاری هم در صدا و سیما وجود داره، یک کارتل بزرگ در صدا و سیما وجود داره که خلاصه همه چیز تحت شعاع و دست خودش قرار داده و اصطلاحاً نمیذاره که هیچ رسانه دیگه‌ای قد علم بکنه. یه دو تا پلتفرم اینترنتی هم هست مثل فیلمو و نماوا که اونها هم باز دارن از
همین سیستم پیروی میکنن و سیستم دیکتاتوری اینها در صدا و سیما ها رو دارن به اون سمت میبرن جلو. ولی خب دست اون هکرهایی که این کار کردن درد نکنه و داریم که این اتفاقات رو بیشتر ببینیم ازشون. دمتون گرم. ویدیو بعدی رو حتما ببینید که راجع به تحلیل اتفاقات داخل ایران هستش که آیا جنگ میشه نمیشه، بالاخره آمریکا چه کاری خواهد کرد. منتظرتون هستم. اگه دوست داشتید کانال هم یه سابی بکنید، لایک بکنید و بقیه بفرستید. خیلی مخلص.